سلام، من محسن حاتمی هستم. در این ویدیو از کانال آموزشی مهندسی شبکه آسان است youtube.com/easyneteng میخوام با شما در مورد پروتکل مسیریابی ISIS صحبت کنم. فرض من بر اینه که شما با مقدمات پروتکل ISIS آشنا هستید، یعنی میدونید که پروتکل ISIS یک پروتکل لینک استیتی هستش، یک پروتکل مسیریابی مشابه پروتکل OSPF از نوع لینک استیت که در این پروتکل لینک استیتی روترها بر مبنای اطلاعاتی که از سطح شبکه جمع آوری میکنن یک دیتابیس تشکیل میدن و با اجرای الگوریتم SPF روی اون دیتابیس به یک توپولوژی میرسن از شبکه و بر مبنای اون توپولوژی میتونن بهترین مسیر رو برای رسیدن به هر مقصدی انتخاب بکنن. یک سناریو مشابه سناریویی که در تصویر میبینید در نظر گرفتم. بر مبنای اطلاعاتی که روی توپولوژی نوشته شده روترها رو تک تک کانفیگ میکنیم. بعد با بررسی لاگ های روترها که با روشن کردن دیباگ ISIS به دست میان، با بررسی اطلاعاتی که از کپچر لینک ها به کمک نرم افزار وایرشارک به دست میاریم و با خوندن اطلاعاتی که کامنت های شو در روترها به ما میدن اطلاعات بیشتری در مورد پروتکل ISIS کسب میکنیم، در مورد پروتکل ISIS عمیق میشیم. تمام روترها خام هستن. من کانفیگ روترها رو از روتر R1 شروع میکنم. اولین کاری که انجام میدم اینه که آرشیو کامنت ها رو روی روتر فعال میکنم تا از کامنت هایی که روی این روتر میزنم در روترهای دیگه هم استفاده بکنم و کانفیگ رو سریعتر انجام میدم. با کامند آرشیو لاگ کانفیگ ها رو فعال میکنم. برای روتر یک هاست نیم انتخاب میکنم تا بعداً ارجاع بهش برام آسان‌تر باشه. قصد دارم که کانفیگ رو بر مبنای آدرس های IPv6 انجام بدم. میتونم این کار رو بر مبنای آدرس های IPv4 هم انجام بدم، ولی چون میخوام یک مقدار دستمون برای کار کردن با آدرس های IPv6 ورزیده تر بشه، تصمیم دارم که از آدرس های IPv6 برای آدرس دهی اینترفیس روترها استفاده کنم. با کامند روتر ISIS یه اسمم برای پروسسمون بذاریم، مثلا اسمش رو بذاریم easyneteng. وارد مود کانفیگ ISIS میشم. اولین کاری که انجام باید بدیم اینه که برای این روتر یک نت آیدی انتخاب کنیم. نت آیدی روترهای ISIS همشون همونطور که می‌دونید با عدد 49 شروع میشن، برای اینکه مشخص کنیم که این نت آیدی رو داریم به صورت لوکال استفاده می‌کنیم. بعد باید اریای روتر رو تعریف کنیم. روتر R1 در اریای 200 هستش. همونطور که می‌دونید یکی از تفاوت‌هایی که پروتکل ISIS با پروتکل لینک استیتی دیگه یعنی پروتکل OSPF داره اینه که تمام یک روتر عضو یک اریا هستش. در پروتکل OSPF لینک ها بودن که عضو اریا می شدن و میتونستش یک روتر لینک های متفاوتی در اریاهای متفاوت داشته باشه، ولی چون در پروتکل ISIS ما اریای روتر رو در نت آیدی روتر مشخص میکنیم، تمام روتر به یک اریا تعلق داره و روتر R1 هم متعلق به اریای 200 هستش. پس من اریاشو 200 انتخاب میکنم. حالا باید نت آیدیشو تعریف بکنم برای روتر باید روتر آیدیشو تعریف بکنم برای روتر R1. روتر آیدی 1 201 01 20 1 201 رو انتخاب میکنم. در واقع من اومدم به عنوان روتر آیدی همون روتر آیدی 1111 رو که مثلا در پروتکل OSPF استفاده می‌کردیم برای یک روتر پدش کردم. به اول هر کدوم از اکتت‌های 4 قسمتش 2 تا صفر اضافه کردم و روتر آیدی شد 201 201 201 201. اینها رو پشت هم دیگه نوشتم و 4 تا جداشون کردم. در انتها هم بر مبنای تعریفی که نت آیدی ISIS داره 2 صفر رو اضافه میکنم و نت آیدی این روتر تعریف میشه. حالا میخوام اینترفیس ها رو کانفیگ بکنم. اینترفیس
اترنت 00 که اینترفیسی هستش که در داخل اریای 200 قرار داره رو کانفیگ میکنم، نوشاتش میکنم. قبل از اینکه کانفیگ اینترفیس رو شروع بکنم IPv6 یونیکست روتینگ رو روی روتر فعال میکنم و IPv6 0 رو روی روتر فعال میکنم، چون میخوام که اینترفیس رو به صورت IPv6 کانفیگ بکنم. IPv6 رو روی اینترفیس انیبل میکنم. آدرس IPv6 مطابق آدرسی که روی توپولوژی نوشتم براش در نظر میگیرم. 2001 دیبیت کفه سابنت 3 /64 و 64 بیت دوم آدرس 128 بیتی IPv6 رو به روش EUI 64 به روتر میگم که تخصیص بده، یعنی بر مبنای مک ادرس اینترفیس روتر تخصیص داده بشه. حالا پروسس ISIS رو روی این اینترفیس فعال میکنم با کامند IPv6 روتر ISIS. اسم پروسس رو گذاشته بودیم EasyNetEng و کار دیگه که انجام میدم با دستور ISIS این اینترفیس رو به صورت پوینت تو پوینت تعریف میکنم. یعنی اینترفیسی مد نظرم هستش که یک اینترفیسی هستش که فقط شامل 2 روتر میشه و نیازی نداریم که به عنوان یک اینترفیس برادکست در نظر گرفته بشه و DR الکشن در اینترفیس انجام بشه. و سیرکت تایپ اینترفیس رو هم با توجه به اینکه اینترفیسی هستش که در داخل اریا قرار داره و اینترفیس بکبون نیستش، از نوع لول 1 تعریف میکنم. خب مشابه همین کانفیگ رو هم برای اینترفیس اترنت 01 هم انجام میدم. کانفیگ اینترفیس اترنت 00 رو یک بار دیگه میبینم، نوشاتش میکنم. IPv6 ادرسش مشابه همین IPv6 ادرس هستش، با این تفاوت که متعلق به سابنت 1 هستش. IPv6 رو انیبل میکنم براش. IPv6 روتر ISIS EasyNetEng رو روی اینترفیس فعال میکنم. نتورکش همون پوینت تو پوینت هستش، چون فقط 2 روتر قرار هستش که بر روی این لینک دیده بشن از طرف ISIS. ولی سیرکت تایپش رو لول 2 تعریف میکنم، چون یک لینکی هستش که در بکبون توپولوژی ما قرار داره. پس لول این اینترفیس رو لول 2 تعریف میکنم. یک نگاهی میکنم که کانفیگری که تا اینجا انجام دادم به چه صورت هستش. با کامند show archive log config all این کانفیگ ها رو کپی میکنم در یک فایل نوتپد و از اینجا به بعد این تیکش رو انتخاب میکنم. که من به هاست نیم قبلش به بعدش رو انتخاب میکنم. و مشابه همین کانفیگ ها رو باید برای روتر R2 هم انجام بدم. پس هاست نیم من R2 میشه. روتینگ ISIS همون EasyNetEng هستش. روتر R2 نگاه میکنم که در چه اریایی هستش. در اریای 300 هستش. پس اریاش رو 300 تعریف میکنم. روتر R2 روتر آیدیش رو 202.202.202.202 تعریف میکنم و 4 تا با دات جداش میکنم. انتها 20 رو نگه میدارم. اینترفیس اترنت 00 این روتر بر مبنای توپولوژی عضو سابنت 5 هستش و لول 1 هستش و اینترفیس اترنت 02 این روتر 01 این روتر هم عضو
سابنت 2 هستش، پس سابنتش رو 2 تعریف میکنم. بقیه مواردش هم که مشابه این هستش، با یک تفاوت که سیکرت تایپش لول 2 هستش، اینترفیس اترنت صرف چون قسمتی از بکبون هستش. پس در واقع روتر آروان هم مثل روتر آروان یه روتر لول 1 لول 2 هستش که اینترفیس اترنت صرفش در لول 1 و اینترفیس اترنت صرف یکش در لول 2 تعریف میشه. فکر میکنم الان کانفیگ هامون درست باشه و آماده کپی شدن. اینها رو روی روتر R2 اعمال میکنم. صبر میکنم که روتر آماده کانفیگ شدن بشه. کانفیگ آماده کرده بودم روش اعمال میکنم. برای روتر R3 هر دو اینترفیس عضو لول هر دو اینترفیس از نوع لول 2 هستش. پس کانفیگ های مشابهی هم برای روتر R3 انجام میدم. روتر R3 رو در توپولوژی مشخص کردم که عضو اریای 100 باشه. پس اریاش رو 100 انتخاب میکنم. روتر آیدیش رو 203 203 203 203 انتخاب میکنم و 4 تا با دات جلوشون میکنم. اینترفیس اترنت صرفش رو عضو سابنت 1 و اینترفیس اترنت صرف یکش رو عضو سابنت 2 تعریف میکنم. هر دو اینترفیس هم از نوع لول 2 تعریف میکنم و بقیه کانفیگ ها مشابه هستش. این کانفیگ رو روی روتر اعمال میکنم. سعی میکنم که روتر آماده کانفیگ بشه. چند ثانیه به روتر زمان میدم. کانفیگ هایی که تعریف کرده بودیم رو روی روتر اعمال میکنم. حالا میخوام برم سراغ روتر R4. روتر R4 روتری هستش که داخل اریای 200 هستش. هر دو اینترفیسش از نوع لول 1 هستش. پس در کانفیگ هایی که دارم اریا رو اریای 200 تعریف میکنم. اینجا در کانفیگ قبلی مثل اینکه اشتباهی داشتیم. من این اصلاحش کنم و بعد توی R3 سیکشن روتر IS این نت قبلیشو پاک کنم. یه اشتباهی تایپی داشتم تو تعریف نتم. حالا نت صحیح رو اعمال بکنم. بریم سراغ روتر R4. عضو اریای 200 هستش. روتر آیدیش 204 204 204 204 تعریف میکنیم. اینترفیس صفرش عضو سابنت 3 هستش. اینترفیس صفر عضو سابنت 4 هستش. صفر عضو سابنت 3 هستش. هر دو اینترفیس هم سیرکت تایپش لول 1 هستش. خب هاست نیمش هم R4. خب همین کانفیگ ها رو روی روتر R4 اعمال میکنم. ثبت میکنم که روتر آماده کانفیگ بشه و
و بعد کانفیگ هایی که توی نوتپد آماده کردم رو روی روتر اعمال میکنم و سراغ کانفیگ روتر بعدی میرم. این هم از کانفیگ روتر R4. کانفیگ روتر R4 یک تغییر دیگه هم داشتش در کانفیگش. لازم هستش که سیرکت تایپش رو پوینت تو پوینت تعریف نکنیم، یعنی سیرکت تایپ مربوط به اینترفیس ایترنت صفر لازم نیست پوینت تو پوینت باشه، نباید پوینت تو پوینت باشه، به خاطر اینکه روتر R4 اینترفیس ایترنت صفرش به یک برادکست دامین متصل میشه که 3 روتر ازش آی پی میگیرن. پس در روتر R4 اینترفیس ایترنت صفر رو که در حال حاضر یه همچین کانفیگی داره به صورت پوینت تو پوینت تعریف نمی کنم. از ISIS میخوام که اینو به عنوان یک اینترفیس برادکست در نظر بگیره. خب بریم سراغ روتر R5. روتر R5 عضو اریای 200 هستش. روتر آیدیش 5 5 5 5 205 205 205 205 4 تا مدت جداشون میکنم. اینترفیس ایترنت صفرش عضو همین سابنت هستش، پوینت تو پوینت نمیخوام باشه، لولش 1 باشه و عضو سابنت 4 هم هستش. بقیه کانفیگا درسته، کپی میکنم. هاست نیمش هم R5 روتر R5 با سرعت کانفیگا رو اعمال میکنیم. سعی میکنیم که روتر آماده کانفیگ بشه. عیناً همین ها رو هم برای روتر R6 اعمال میکنیم با این تفاوت که روتر R6 هاست نیمش 6 هستش و روتر آیدیش هم 206 206 206 206 و بقیه مواردش نیاز به تغییر نداره. سعی می‌کنیم که روتر آماده کانفیگ بشه که تا چند لحظه دیگه همینطور خواهد شد. وارد کانفیگ میشم، کانفیگ ها رو روش اعمال میکنم و میریم سراغ روتر R7. تنها روتری هست که روتر R2 که هنوز کانفیگ نشده و بعدم روتر R7 کانفیگ میکنیم. روتر R7 عضو ایریا 300 هستش و روتر آیدیش هم میشه 207 207. روتر آیدی رو هر جوری که دلتون میخواد میتونید تعریف کنید. من برای سادگی دارم به این صورت تعریف میکنم. ایترنت 00 عضو سابنت 5 هستش. ایترنت 00 عضو سابنت 5 هست و ایترنت 01 عضو سابنت 2 هست. بله، ایترنت 00 لول 1 هست و ایترنت 01 لول 00 لول 1 هست و ایترنت 01 لول 2. درسته؟ خب همین کانفیگ ها رو میتونیم برای روتر R2 اعمال بکنیم. R2 بود. روتر آیدیش رو خیلی سریع اصلاح میکنم. کانفیگ ها رو اعمال میکنیم.
0 لول 1 و 0 لول 2 درسته. روتر R2. خب سراغ روتر R7 میریم و کانفیگش رو اعمال میکنیم. اول تهیه میکنیم کانفیگش رو. روتر R7 عضو اریای 300 هست. نتایج روتر قبلی هم بعدش میریم درست میکنیم. اینجا من اشتباهی تایپ داشتم. 7 7 7 7 اترنت 0 و همین سابنت سیرکت تایپش هم لول 1 همه چیز مشابهه. کپی میکنیم. خب روتر R2 روتر آیدیش نیاز به اصلاح داره. نت آیدیش نیاز به اصلاح داره. روتر IS ایزی نت انج. وضعیت فعلی کانفیگش رو نگاه میکنم. نت آیدی این نت آیدی اشتباهه. پاکش میکنم. خب R1 R2 R3 R4 R5 R6 و R7. بریم وضعیت روترها رو نگاه کنیم. حالا بعد از این کانفیگ رو اعمال کردیم ببینیم به چه صورتیه. ببینیم شما سایز نیبر این روتر چی رو به ما نشون میده. یک همسایگی لول 2 روی اینترفیس اترنت 0.1 برقرار شده. درسته. ببینیم چرا همسایگی اینترفیس اترنت 0 مشابهش کنم. R7 size neighbor show run interface ethernet 0 آپتیمایزش میکنم. چه دلیل همسایگی تشکیل نشده. سابنتشون که مشترکه. سیرکت تایپ لول 1 نتورک تایپش رو باید کنترل تعریف کنم. بیس اترنت 0 نتورک تایپ IS نتورک پوینت تو پوینت. دید که وقتی نتورک تایپ با هم یک سال نبودن همسایگی بالا نیامده بود. حالا همسایگی IS رو نگاه کنم. باید به زودی یک همسایگی لول 1 که تشکیل شد. یک همسایگی لول 1 بین روتر R2 و R7 تشکیل شد. شاید CS نیبر دو همسایگی تشکیل شده بین روتر R3 و روتر R2 با روتر R3 و R7 که روتر R3 همونطور که مد نظرم هستش همسایگی لول 2 و روتر R7 همونطور که مد نظرم هستش همسایگی لول 1 داره. بقیه روترها هم صحیح چک کنیم. روتر R3 show IS neighbor دو همسایگی لول 2 داره با روترهای R1 و R2. درسته. روتر R1 یه همسایگی لول 1 و یک همسایگی لول 2 با R3 و R4 داره. روتر R4 یک همسایگی با روتر R1 داره.
R4 یک همسایگی با روتر R1 داره از نوع لول 1، دو همسایگی هم با روترهای R5 و R6 داره از نوع لول 1. پس کابلیت روتر R5 و R6 هم درست هست چون همسایگیش با روتر R4 برقرار شده. حالا از اینجا به بعد در واقع کار اصلی ما شروع میشه. ما میخوایم بررسی کنیم که چه اتفاقهایی داره در پشت پرده پروتکل IS میفته. اول کاری که انجام میدیم این هستش که روی روتر R1 لاگین میکنیم و دیتابیس این روتر رو بررسی میکنیم با کامند show IPv6 ISIS database detail با کامند show ISIS database detail دیتابیس این روتر رو بررسی میکنیم. ببینیم چه اطلاعاتی دیتابیس این روتر به ما میده. اولین اطلاعاتی که به ما میده مربوط هستش به روتر R1 که میگه که روتر R1 یک روتری هستش که متعلق به اریا 200 هستش، هاست نیم R1 داره، آدرس IPv6ش این هستش و آدرس IPv6 2001 دیبیت کافه 3/64 رو با متریک 10 که متریک پیش‌فرض پروتکل IS هستش به عنوان اینترفیس اتچ شده به روتر R1 داره معرفی میکنه. این اطلاعاتی هستش که در دیتابیس لول 1 این روتر وجود داره. ببینیم در دیتابیس لول 1 روتر دیگه چه اطلاعاتی وجود داره. اطلاعاتی که از روتر R4 دریافت کردن بود که میگه R4 هم اطلاعاتی هست اریای 200 هاست نیم R1 داره، این آدرس IPv6ش هستش و دو تا اینترفیس اتچ شده به این دو تا آدرس IPv6 اتچ شده با متریک پیش‌فرض 10 از طرف این روتر ریپورت شده، آدرس دیبیت کافه 4 و دیبیت کافه 3 که درست هستش و میگه که این روتر با متریک 10 به روتر R1 متصل هستش و با متریک 10 که متریک پیش‌فرض هستش به روتر R6 با سیرکت تایپ 01 متصل هستش. این سیرکت تایپ 01 در واقع اون سدو نودی رو معرفی میکنه که دی آری که در این برادکست دامین انتخاب شده. با توجه به اینکه ما هیچ پرایوریتی برای این روترها تعریف نکردیم و دی آر روتری خواهد شدش که روتر آیدی بزرگتری داره و اینجا روتر R6 بزرگترین روتر آیدی رو داره و به عنوان دی آر انتخاب شده. به عنوان یک سدونود خودش رو معرفی میکنه. سدونود خودش رو با سیرکت تایپ 1 معرفی کرده و این سیرکت تایپ 1 اطلاعاتش رو جلوتر خواهیم دید. روتر R5 هم همینجور اینترفیس اتچ شده به خودش رو معرفی کرده و خدمت شما عرض کنم که روتر R6 با سیرکت تایپ 01 که خدمتتون عرض کردم سدو نودی هستش که در واقع به عنوان یک نقطه‌ای که محل اتصال سه روتر با هم دیگر رو مشخص میکنه در توپولوژی IS شناخته میشه و روتر R6 اونو متصل کرده. میگه که یک نقطه‌ای در شبکه وجود داره، یک برادکستی در شبکه وجود داره که روتر R6 با سیرکت آیدی 1 داره معرفیش میکنه و این سیرکت آیدی 1 خود روتر R6 خورده که اینجا سیرکت تایپ 0 هستش، یعنی خود روتر R6 و روتر R4 خورده و روتر R5 خورده. بقیه روترها هم اطلاعاتشون رو ادورتایز کردن. روتر R5 ادورتایز کرده، میگه که من به سدونود R6 خوردم. در لول 2 این روتر R1 ببینید چه اطلاعاتی هستش. اطلاعات مربوط به لول 2 روتر R1 رو اگه بررسی کنیم میبینیم که داره هاست نیم خودش رو R1 گزارش میکنه و تمام آدرس های IPv6 که در لول 1 خودش یاد گرفته به عنوان آدرس های اتچ شده به خودش داره در لول 2 ادورتایز میکنه. آدرس
دیبت کفه 1، دیبت کفه 3 و دیبت کفه 4. دیبت کفه 1 خب آدرسی هستش که اینترفیس کانکتد خودش هستش. دیبت کفه 3 آدرس اینترفیس کانکتد خودش هستش. دیبت کفه 4 آدرس دیبت کفه 4 آدرسی هستش که این روتر از طریق لول 1 دیتابیس لول 1 خودش یاد گرفته، از طریق همسایگی‌های لول 1 خودش یاد گرفته و داره در دیتابیس لول 2 خودش هم اون رو ادورتایز میکنه. یعنی به روترهای دیگه میگه که اگر با سابنت 2001 دیبت کفه 4 کار داشتیم از طریق من بهش مرتبط بشید. پس روترها در دیتابیس لول 2 خودشون آدرس‌های لول 1 که از دیتابیس لول 1 که خودشون استخراج کردن رو به عنوان آدرس‌های اتچ شده به خودشون ادورتایز میکنن. روتر R2 هم همینطور. روتر R2 هم روتری هستش که در اریای 300 هستش، اینجا این گزارش کرده و آدرس‌های اتچ شده به خودش رو داره گزارش میکنه. آدرس دیبت کفه 2 و دیبت کفه 5 رو داره گزارش میکنه. و الان من میتونم به روتینگ تیبل روترم مراجعه بکنم ببینم تمام این آدرس ها به عنوان آدرس هایی که از ISIS یاد گرفته شده بسته به اینکه ISIS لول 1 باشن یا از دیتابیس ISIS لول 1 استخراج شده باشن یا از دیتابیس ISIS لول 2 استخراج شده باشن در روتینگ تیبل مشخص هستش. مثلا در مورد روتر R1 آدرس 2001 دیبت کفه 2 آدرسی هستش که از ISIS از دیتابیس لول 2 ISIS استخراج شده. با آدرس دیبت کفه 4 آدرسی هستش که از دیتابیس لول 1 این روتر استخراج شده. من اگر بخوام تشکیل همسایگی و پیام هایی که در دو بدل میشه رو همینجا ملاحظه بکنم، میتونم دیباگ ISIS رو اینجا روشن بکنم و برای فقط دیباگ ISIS پکت های همسایگی رو مثلا مشخص بکنم و یک بار ISIS هم کلیر بکنم ببینم چه دیباگ هایی جنریت میشه. این اطلاعات رو نوتپد هم میبرم که اونجا خانه تر بتونم ببینمشون. خب بعد از اینکه من ISIS رو دیباگش رو روشن کردم و کلیر کردم ببینیم که یک پیغام هلو که در ISIS با نام IIH شناخته میشه در سطح لایه 2 از مک ادرسی که مشخص شده دریافت کرده و تایپ سیرکتی که این پیغام هلو روش دریافت شده رو اینجا همسایه روتر که پیغام هلو رو اینستال کرده مشخص کرده و ISIS مقایسه میکنه با سیرکت تایپ خودش و اگر یک سامودش وارد مرحله بعد تشکیل همسایگی میشه. الان وارد استیت اینیت شده و هلوی خودش رو هم ارسال میکنه. دو تا هلو با هم دیگه تطبیق پیدا میکنن که آیا همه پارامترهاشون با هم دیگه یکسان هستش یا نه، از جمله آیا نتورک تایپشون با هم دیگه یکسان هستش، هر دو پوینت تو پوینت هستن یا نه، سیرکت تایپشون یکسان هستش، هر دو پوینت تو پوینت هستن یا نه، اریا آیدی هاشون آیا با هم دیگه یکسان هستش، هر دو عضو یک اریا هستن یا نه و بعد یک همسایگی لول 1 روی روتر تشکیل میشه. برای اینکه به عمیق‌تر اتفاقی داره میفته رو هم بررسی بکنید، من یک کپچر وایرشارک روی اینترفیس اترنت 01 روتر R1 فعال کردم. اطلاعاتی که روی این کپچر رد و بدل میشه هم با هم دیگه بررسی میکنیم. من یک بار ISIS دوباره کلیر میکنم. کپچر وایرشارک من از این پکت به بعد اطلاعات جدیدی رو باید من گزارش بکنم.
می‌بینید پیغام های هلو رد و بدل شد. LSP ها و CSNP های ISIS رو مشاهده می‌کنید. الان تک تک اینها رو با هم دیگه باز می‌کنیم و در مورد تک تکشون صحبت می‌کنیم. اول اتفاقی که میفته که روتر یک پیغام هلو روی این سیرکت ارسال میکنه. پیغام هلو ببینیم شامل چه اطلاعاتی هستش. سیرکت تایپش رو مشخص کرده، سیستم آیدیش رو مشخص کرده که همون 333 هستش. من با لفظ روتر آیدی هم بهش اشاره میکردم. پوینت تو پوینت بودنش رو مشخص کرده. پروتکلش رو مشخص کرده که پروتکل IPv6 هستش و با آیدی CFXA 8E در واقع مشخص شده. اریاش رو مشخص کرده که اریای 200 هستش و این اطلاعات رو همونطور که گفتم دو تا روتر با هم دیگه مقایسه میکنن و اگر تطابق داشته باشن با هم دیگه همسایگی تشکیل میدن. بعد یک پیغام LSP ارسال کرده و یک پیغام CSNP. پیغام CSNP در واقع پیغامی هستش که مشابه پیغام دیتابیس دیسکریپشن پروتکل OSPF هستش و در اون هدر پکت های LSP خودش رو روتر ISIS گزارش میکنه به عنوان خلاصه از اطلاعاتی که در دیتابیس خودش داره و روتر مقابل بر مبنای اینکه آیا همه این LSP ها رو در دیتابیس خودش داره یا خیر، در صورتی که یکی از این LSP ها رو نداشته باشه اون LSP رو درخواست میکنه. الان این روتر میبینید که یک سری LSP entry رو گزارش کرده. روتر مقابل بر مبنای اینکه آیا اون LSP رو موجود داره یا نه، اگر LSP رو موجود نداشته باشه با یک پیغام PSNP LSP که موجود نداره رو درخواست میکنه و بعد از اینکه دریافتش کردش با همین پیغام PSNP اون رو اکنالج میکنه. در واقع مسیج های PSNP در پروتکل ISIS مشابه مسیج های LS request و LS act در پروتکل OSPF هستن. ببینیم یک نمونه از LSP که در این روتر مثلا درخواست داده و دریافت کرده چی هستش. مثلا اینجا LSP که درخواست کرده یک LSP هستش که خدمت شما عرض کنم که اطلاعات IPv6 reachability داره با در خودش. یک نکته‌ای که وجود داره اینه که LSP ها اطلاعات رو بر مبنای TLV ها ادورتایز میکنن. یعنی برخلاف پروتکل OSPF که برای ادورتایز کردن اطلاعات در LS update ها LSA های مختلف رو ادورتایز میکردش، در اینجا اطلاعات مختلف در TLV های مختلف ادورتایز میشن. الان این تعدادی از TLV هایی رو که در این LSP وجود داره با هم دیگه میبینیم. مثلا TLV area، مثلا TLV protocol، TLV hostname، TLV IPv6 interface address، TLV IPv6 reachability، TLV IS reachability. تمام اون اطلاعاتی که در کامند show IS دیدیم الان میبینید که در این LSP در فرمت TLV در قالب این LSP داره ادورتایز میشه. مثلا در TLV شماره 2 که به اسم IS reachability میشناسیمش و در این LSP مشاهده میشه، IS نیبر های خودش یعنی روتر های نیبر خودش رو داره معرفی میکنه که روتر یک R1 و R2 هستن. در TLV IPv6 reachability داره پرفیکس هایی که بهش متصل هستن رو گزارش میکنه که دیبت کافه 1 و دیبت کافه 2 هستن. پس این در واقع LSP هستش که از طرف روتر R3 داره ادورتایز میشه و این رو بالاتر هم میتونیم ببینیم. در TLV 137 که TLV هست نیم هستش در واقع هست نیم خودش رو مشخصا ذکر کرده. در TLV 129 که TLV پروتکل هستش NLP ID خودش رو برابر CFX 8 قرار دادی که معرف پروتکل IPv6 هستش. در TLV 1 که TLV area هستش area خودش رو برابر 200 مشخص کرده و در هدر این LSP هم مشخصا روتر آیدی که یا به تعبیری که سیستم آیدی که این روتر داره ادورتایز میکنه
رو ذکر کرده و در انتها هم سیرکل آیدی رو 0 ذکر کرده برای اینکه مشخص کنه که این LSB هستش که مربوط خود روتر هستش و برخلاف LSB که DR ادورتایز میکردش و سیرکل آیدیش رو عددی غیر از 0 قرار میدهش برای اینکه مشخص کنه که داره یک صدا نود رو معرفی میکنه. اینجا در واقع عدد 0 رو مشخص کرده. امیدوارم این جلسه آموزشی برای شما مفید بوده باشه. پیشنهاد می‌کنم شما این سناریو رو پیاده سازی بکنید و همین روندی که من طی کردم در مورد سناریو پیش برید و محتوای دستور شغل، محتوای دیباگ و محتوای کپچر رو بررسی بکنید و نسبت به پروتکل ISIS دید عمیق‌تری پیدا بکنید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.